به کتابای درسیتون مثل نقشه گنج نگاه کنید، نه ابزار شکنجه. هر صفحه اطلاعاتی داره که میتونه واقعاً دید شما رو به دنیا تغییر بده. مغز شما تشنه دانشه. مطالعاتتون رو به بخشای کوچیک و قابل مدیریت تقسیم کنید. بعد از تموم کردن هر بخش یه تیک بزنید یا یه ستاره بکشید. همین عمل ساده تکمیل کردن یه ذره کوچیک دوپامین آزاد میکنه. از تکنیک پومودورو استفاده کنید. 25 دقیقه مطالعه متمرکز و بعد یه استراحت 5 دقیقه‌ای. مغز شما عاشق شمارش معکوس و چالش‌های کوتاه مدته. چیزی که یاد گرفتید رو با صدای بلند توضیح بدید. این کار به شما حس تسلط میده و حدس بزنید چی میشه؟ بازم دوپامین آزاد میشه. با خودکارای رنگی یادداشت برداری کنید. عمل فیزیکی نوشتن همراه با تنوع بصری چندین بخش از مغز شما را همزمان تحریک میکنه. بین چیزهایی که یاد میگیرید و چیزهایی که از قبل براشون اهمیت قائلید ارتباط برقرار کنید.